آخ همه پسرا این داستانو دارن که عاشق یک دختری بودن، طرف شوهر کرده رفته، بعد از اون دیگه به هیچ کس اعتماد نکردن به جز 20 نفر. انقدر نشستین گفتین قدیم اینترنت نبود، موبایل نبود، ولی مهر و صفا بود. بیان الان دارن شرایط زندگی تو قدیمو برامون مهیا میکنن. خوبه؟ تلگرامم مثل یخچال میمونه، میدونی توش چیزی نیستا، ولی الکی ای درشو باز میکنی ببینی چه خبره، بعد میری. ای بابا از دست این مورچه ها. 2 دقیقه گوشم میذارم زمین فکر میکنن سیب گاز زده است میان دورش. الان فهمیدید اپل دارم یا بیشتر توضیح بدم؟ حالا جدا انقدر توقعاتون بالا نباشه، توقعاتون یکم پایین بیارید. مثلا واسه هدیه گرفتن با چیزای کوچیکم میشه خوشحال شد، مثل سویچ ماشینی، سویچ ویلایی.